بهترین بانک برای ما تازه واردا کدومه؟ اصلاً میشه قبل از رسیدن به کانادا حساب باز کرد؟ بیایید به 3 تا از پرتکرارترین سوالهای بانکی که هر مهاجری میپرسه جواب بدیم. اول، میشه قبل از اومدن به کانادا حساب باز کرد؟ آره، خیلی از بانک‌های بزرگ بهت اجازه میدن که کارای حسابتو آنلاین از کشورت شروع کنی و وقتی رسیدی و حضوری هویتت رو تایید کردی، حسابت فعال میشه. دوم، بهترین بانک‌ها کدومان؟ 5 تا بانک اصلی، RBC، TD، اسکوشیا بانک، BMO و CIBC همشون پکیج‌های مخصوص تازه واردها دارن که معمولاً 1 سال کارمزد نداره و اولین کارت اعتباریت رو هم بدون نیاز به سابقه اعتباری بهت میده. و در آخر، بهترین راه برای فرستادن پول به خارج چیه؟ انتقال با خود بانک امنه، اما سرویس‌های آنلاین مثل وایز یا رمیتلی معمولاً کارمزد کمتر و نرخ بهتری بهت میدن. سر و سامون دادن به کارهای بانکی یکی از اولین قدم‌های مهمه. ما به 3 تا سوال رایج جواب دادیم، اما میدونیم که ممکنه کلی سوال دیگه داشته باشی. چه سوال دیگه‌ای در مورد بانک داری تو کانادا ذهنت رو درگیر کرده؟ توی کامنت ها برامون بنویس.